جوان ایرانی ورسس جوان خارجی. برای اینکه یه جوان خارجی یه زندگی عادی برای خودش بسازه، شروع میکنه درسشو میخونه، تموم میشه، بعد حالا یه حرفه یاد بگیره یاد نگیره مهم نیست، 18 سالش شد 20 سالش شد میره حالا سراغ یه کاری، همه جا کار، ماشاءالله مکدونالدی، نمیدونم فروشگاهی، اصلا حتی بخواد یه بیزنس گنده رو برای خودش شروع کنه، خانواده سرمایه‌شو میده یا حداقل حمایت لفظیش میکنه خانواده، خلاص شروع میکنه پول در میاره و ادامه زندگی. ولی جوان ایرانی کلا تو ایران چیز عادی وجود نداره فکر کنم. تا 6 سالگی که نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. حالا تازه بعد 6 سالگی که میفهمیم داره چه اتفاقی میفته، ما رو وارد یه تیمارستانی به نام مدرسه میکنن، جایی که رسما آرامش داره حرف آخر رو میزنه و ما هر روز میریم مدرسه از 6 سالگی تا 18 سالگی. یعنی این روند 12 سال طول میکشه. 12 سال هر روز تو صبح ساعت 7 با کلی فحش و نمیدونم بیخوابی و اینا بیدار میشی، میری حالا 7 ساعت 6 ساعت درس البته نمیخونی، بیشتر فحش یاد میگیری. بعد این 12 سال که تموم شد با خودت میگی ایول تموم شد، این همه زجر کشیدن، این همه دردسر، این همه جنگ روانی، این همه زور گفتن. بعد تازه وارد قسمت سخت ماجرا میشی، وارد دوراهی به نام دانشگاه یا سربازی میشی که اگه دانشگاه بری یه چیزی به نام کنکور سر راه سبز میشه که این کنکور هم ضربه آخر رو به تن لشت میزنه رسما. دیگه یه کاری میکنه که تیکه عصبی بیاری، شاید هم بستری بشی، شاید هم یه کاری کنه که آره. بعد اگه از این مرحله زنده بیرون بیای، تازه وارد دانشگاه میشی که اونجا هم پولتو میگیرن ازت، نمیگیرن رسما میدوشنت. یعنی هر ترم تقریبا 7 الی 10 تومن، فکر نکن پول کمیه. بعد راه دوم که سربازیه، دیگه خودت میدونی که پسری که میره سربازی یا خونی میشه یا سیگاری. یعنی سربازی جاییه که در بهترین حالت ممکن تو رو سیگاری میکنه. خلاصه بعد گذراندن این پروسه که دیگه رسما روانی تمام شدی، دوره درآمدزایی و شغل شروع میشه که دیگه باید پول در بیاری. و از اونجایی که ماشاءالله تنوع شغلی تو ایران خیلی زیاده، میتونی خیلی کارا رو انتخاب کنی، دستت بازه. مثلا میتونی اسنپ کار کنی، خب بعد اسنپ کارگری، یا مثلا میتونی یه کارهای جالبی بکنی. من خودم احساس کمبودی یک هایزنبرگ رو تو ایران دارم، یا اصلا به نظرم اسنپ بهترین انتخابه، چون ما اسنپ زیادی نداریم تو شهر. خلاصه تا تو یه زندگی عادی خیلی حتی رو به پایین رو شروع کنی، دیگه رسما پیر میشی توی 25 سالی. یا باید خودت دلغک باشی یا باید رفیقات دلغک باشن که جون سالم در بدر ای بابا خفه تو رو خدا بس بریم جلو ما رو نبر. اگه بخوایم لاتای خارجی و لاتای وطنیمون رو ما مقایسه کنیم، توی کشورهای اروپایی یا همین آمریکا، برای لات شدن تو باید با کله گندای نمیدونم مواد فروش و اینا رفیق باشی، برای خودت تفنگ داشته باشی. در کل خیلی زحمت داره حتی برای لات شدن. برای تو ایران شما میتونی با 500,000 تومان لات بشی، خیلی ساده. یه دونه کفش زدیکس آدیداس میخوای از این رنگی ها که فکر کنم پایین شهر بفروشن 150 تومن 200 تومن اینا بفروشن. یه دونه هم کاپشن 3 خط آدیداس میخوای که اونم تو همون پایین شهر با قیمت های 100 150 200 این دور و برا میفروشن. حالا تو برای خودت اضافه یه دونه زنجیرم بخری. البته یه نکته مهم هست که زنجیرت هر چقدر کلوفتر باشه لاتری. همون شد و رفت تو تبدیل به یک لات شدی. البته نمیدونم به چه دردی میخوره یا سودی داره یا نه، خلاصه اطلاعاتم در همین حد. توی آمریکا تو اصلا نمیتونی کلمه سفید یا سیاهو به زبون بیاری، با اینکه نجات پرستی از همونجا شروع شده. یا کلا اگه ذره ای احساس کنن که داری توهین نجات پرستی میکنی، یا مردم میریزن سرت یا زنگ میزنن پلیس بیاد. پلیس هم اگه بیاد خیلی وضعیت بدتر میشه، میبرن اونجا. آره یه کارایی میکنن که دیگه نتونی حرف بزنی. ولی ایران منشور حقوق بشر که تو ویدیوی قبلی هم گفتم از همینجا اومده. تقریبا میتونم بگم نجات پرستنی کشور دنیایی. تهرونیا برای خودشون فکر میکنن یه پادشاهی هم، تقریبا همه رو دهاتی صدا میکنن. پانتورکا از این ور احساس پادشاهی میکنن. حتی نظریه‌ای هست که پانتورکا میگن خدا هم ترکه. کردا از این طرف فکر میکنن همه جا مال اوناست. اصفهانی از این طرف. اسپانیا خیلی آرامش دارن، نمیدونم چرا. اصلا انگار تو ایران نیستن، یه کشور دیگه هم برای خودشون. انگار واقعا نمیصرفه هرس خوردن براش. بی‌حاشیه ترین، نه با کسی جنگ دارن، نه اصلا فکر کنم از ایران نیستن. یا همین سمنان اصلا مشخص نیست هست یا نه. البته دارم شوخی میکنم، دهنم آسفالت نکنید. بالاخره آدم خوب همه جا هست، آدم بدم همه جا گو خوردم. اصلا نمیدونم بحث از کجا به اینجا رسید، ولی اگه تا اینجای ویدیو هم دیدی این ویدیو رو لایک کن، صاحبم یادت نره. همین.